سلام بچه ها، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب با یک لایو پر انرژی و آموزشی قوی در مورد آزمون کارشناس رسمی در خدمتتون هستم. تو این لایو میخوایم در مورد آزمون کارشناس رسمی بالاخص صحبت کنیم. آزمون بسیار مهم و فوق‌العاده‌ای که خیلی تو این چند سال اخیر از لحاظ درآمدی بالا رفته و آزمونش هم یه مقداری سخت هستش. تو این لایو میخوام در مورد اینا صحبت کنم و مواردی از این دست. خب بچه ها چه خبر؟ خوبین؟ من این صندلی رو تنظیم کنم. خب بچه ها چه خبر؟ خوبین؟ وقتتون بخیر. سال نو هم بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. این جمله کلیشه‌ای نیست. سال خوب رو شما میتونید رقم بزنید برای خودتون اگر برنامه هدف گذاری داشته باشید، برنامه ریزی کنید و این برنامه‌ای که میچینید رو اجرا کنید. من در خدمتتونم توی این لایو با موضوع آزمون کارشناس رسمی. 5 سال مهندس جان، باید 5 سال از مدرک بگذره. سلام مهندس، سال نو شما مبارک مهندس پور معانی. خسته نباشی مهندس جان. مهندس من اینا رد شد. ریاضی هم به نظرتون عمران بخونم؟ بله مهندس عمران بخون، عمران فوق العاده است. مهندس سال نو مبارک، سلامت باشی مهندس اصلاح، سلامت باشی مهندس جان. حامد حسینی عزیز، مهندس سلام، وقتتون بخیر. مهندس حتما عمران بخون. عمران رشته ایه که شما برای انتخاب رشتت سلامت باشه مهندس پور معانی. برای انتخاب رشتت ببین بازار کار چیه. بازار کار رو توی بازار میتونی ببینی، توی اطرافت میتونی به راحتی ببینی. بازار کار عمران رو سر کوچه خودتون دارن خونه میسازن. پس عمران هنوز زنده است و زنده خواهد ماند. لایو ذخیره کن. عذرخواهی میکنم، لایو رو نمیتونم ذخیره کنم. مصاحبهش میگن خیلی سخته. نه، مصاحبه ساده تر شده. بحث فنی هستش و بحث اینکه تسهیل مجوزها و اونجوری سخت نمیگن. سال نو شما مبارک مهندس. خدا رو شکر توی سال 402 شما تونستید مدرک نظارتتون در ابتدا و شروع کردین به کار کردن و بعدش هم اجراتون رو تونستین مهر ماه قبول شید. سلام مهندس محمد، وقتتون بخیر، سال نوتون مبارک باشه. بچه هم امشب میخوایم در مورد آزمون کارشناس رسمی صحبت کنیم. تصویر احساس میکنم یه مقدار کجه. بچه شما نظرتون چیه؟ اینجوری بکنیم فکر کنم بهتر میشه. الان اوکی شد. اینم یه مقدار زومش رو کم بکنیم. الان خوبه بچه وقتتون بخیر. کتابایی که پشت سرم هست رو برای آزمون نظام مهندسی کلن باید بخونید. برای آزمون کارشناس رسمی تقریبا نصفش رو باید بخونید و بهتون میگم چه مباحثی رو باید بخونید برای آزمون کارشناس رسمی، ولی دیگه گذشت اون دوران که میگفتم فقط با خوندن 8 مبحث همه اینا رو باید بخونید. الان این طراحی این کتاب طراحی کتابی هست در مورد پیوست ششم، طراحی راهنمای طراحی سازه‌ای و جزئیات اجرای دیوارهای غیر سازه‌ای در مورد پیوست ششم هست و دارم روی این مطالعه میکنم، دارم روی این کار میکنم. خود مرکز تحقیقات مسکن راه شهرسازی داده بیرون این کتابو. میخوام بهت بگم هیچ نقطه پایانی نداریم. باید هر روز علم خودتو بروز کنی، هر روز مطالعه داشته باشی، هر روز اگر توی هر کاری هستی یا اگر تو کار عمران نیستی داری بیزینس میکنی، تو کار بازرگانی هستی، باید بری منابع بازرگانی رو بخونی، کتب بازرگانی رو بخونی،
کتاب‌های راهنمای فروش و بتونی فروش خوبی رو داشته باشی رو بخونی. پس صرفا این نیست که الان یه آزمون داری میخوای براش بخونی پس من بشینم حالا آزمونمو دادم بخونم. نه، باید توی این دور زمونه علم تو بروز کنی. مهندس همایون عزیز افتخار دادین که توی لایو اومدید، ممنونم توجه کردین. پس توی این عصر امروز فقط مطالعه و بعدش عملگرایی. توی هر بیزینسی هستی، توی بحث عمران داری کار میکنی، بحث بازارهای دیجیتال داری کار میکنی، باید مطالعه داشته باشی. این از این موضوع. در مورد آزمون کارشناس رسمی که امشب میخوایم در موردش صحبت کنیم، بخوایم بحث امشب رو ببریم جلو، بالاخص در مورد این موضوع صحبت کنم، اما پیش زمینه هایی رو میخوام خدمتتون بگم که این گارد گرفتنه در مقابل مطالعه کردن رو بذارین کنار و با قدرت شروع کنید. طبق یه تحقیقاتی که داشتم میتونید برید مطالعه داشته باشید. شما ببینید کسانی که خلبان میشن، خلبان ها در حد همین آزمون نظام مهندسی، ما که در تمام طول دوران مهندسی خودمون، دوران حرفه خودمون، یه دونه آزمون نظام مهندسی داریم. اونا سالی یه دونه 10 برابر اینا باشه. صدا هست بچه ها؟ صدا میاد؟ صدا هست؟ صدا هست بچه ها؟ عرض میکردم شما ذهنیت رو تغییر باید بدی. من نوعی میخواین یه بار دیگه ورود کنم لایو رو از نو بیایم بالا؟ صدا هست؟ اگه هست مشکلی نیست یه علامت اوکی بفرستین و لایو رو بریم جلو. اوکی بچه ها بریم جلو یا خروج کنم و دوباره بیایم لایو رو؟ اگه اوکی یه علامت اوکی بفرستین که لایو رو بریم جلو. نت ضعیف نیست، 4G بچه ها. صدا الان اوکی بچه ها؟ خب بریم جلو. اصلی ترین موضوعی که هست اول سال جدید هستش، شما ذهنیت تو باید عوض کنی. تا الان یه ذهنیتی حاکم بوده که خیلی هم من اینو شنیدم از همه بچه ها که آقا ما چرا باید امتحان بدیم، ما لیسانس گرفتیم، ما مهندسیم، ما تجربه کاریمون خیلی زیاده، اینا فقط تئوری و هزار تا از این داستان ها و یه گارد عجیبی در برابر امتحان دادن و آزمون دادن دارن. شما نه تنها باید گارد در مقابل آزمون دادن رو بذاری کنار، بلکه خودت باید بری دنبال آپدیت کردن اطلاعاتت و حتی آزمون دادن. مثال خلبانا رو براتون زدم، مثال خلبانا رو دارم براتون میزنم. برید اونجا مطالعه کنید، برید بپرسین. هر سال یه دونه یا 2 تا امتحان سخت، خیلی سخت‌تر از آزمون نظام مهندسی دارن و هیچ کدوم نیومدن اعتراض کنن بگن که چون شغل رو انتخاب کردن. شما هم شغل مهندسی رو انتخاب کردی و باید خودت رو آپدیت کنی، باید خودت رو در معرض امتحان قرار بدی، اطلاعات رو در معرض امتحان قرار بدی و این تفکری که آقا ما پروانه نظام مهندسی چرا باید بیایم امتحان بدیم، چرا هزار تا از این داستان رو بذار کنار و خوشحال باش از این که پروانه امتحان نظام مهندسی رو میخوای امتحان بدی. تازه این امتحانی که میدی چند تا مزیت برات داره. 1،
ارتقا پیدا میکنه، رتبت، پروانه میگیری، مقبولیت میگیری، تمام اینا هست. دومین موضوع که موضوع خیلی مهمه، اعتماد به نفس خواهی داشت توی کارت، توی کارهایی که انجام میدیم. و موضوع سوم که فوق‌العاده است، خودت رو داری، حال خودت رو خوب میکنی، اعتمادت به نفست بالا میره. و اینا همش به واسطه همین آزمون نظام مهندسی و مهمترین نکته، از نظر درآمدی هم بالا میری. اینا خیلی مهمه. من تعجب میکنم که چرا بچه‌ها گارد میگیرن در مقابل امتحان دادن. همه اینا رو بهت گفتم چون منابع آزمون کارشناس رسمی بسیار وسیعه و اینا رو بهت گفتم ذهنیت تو آماده کنم برای یک موضوع مهم و جنگ قوی و بزرگ که وارد این موضوع بشی، اما با حال خوب. حالت خوب باشه. چرا حالت خوب باشه؟ چون تو میخوای خودت رو ارتقا بدی. اگر زحمت میکشی، روی زمین خودت داری زحمت میکشی. زمین خودت یعنی داری خودت رو ارتقا میدی و این خیلی مهمه. این دهن ما رو سرویس کردین سپاهه. متوجه شدی؟ پس نه یا اعتراض کن که آقا من رشتم معماریه، چرا باید مثلا تحلیل سازه رو بخونم؟ الان عرض میکنم مهندس، چرا باید مثلا تحلیل سازه رو بخونم؟ یا مثلا من چرا باید مباحث رو بخونم، راهسازی بخونم، روسازی بخونم، حقوق بخونم؟ نه یا اعتراض کن. مثال برات میزنم. مثل یک شخصی که یک زمین رو میره میخره و صبح تا شب روش داره زحمت میکشه و این زحمت کشیدنه داره خودش رو ارتقا میده، برای خودش، روی زمین خودش داره کار میکنه. حالا همون زحمت کشیدن رو بره روی یک زمین اجاره‌ای انجام بده، یه مغازه‌ای رو بره کرایه بکنه، هر چقدر ویترین زیبا براش بزنه، دکور زیبا براش بزنه، آخرش یک مغازه اجاره‌ایه و باید تحویلش بده. متوجه شدین؟ پس اینی که تو داری زحمت میکشی، ممکنه 30 تا کتاب بخونی، ولی ته دلت باید خوشحال باشه داری خودت رو ارتقا میدی. فردا روز شدی یک کارشناس رسمی دادگستری با اعتبار بالا. کارشناس رسمی دادگستری که همین 2 ماه پیش یک بخشنامه اومد جدیدن که کارشناسان رسمی دادگستری در مواقع عبور از گیت دادگاه احتیاج به بازرسی ندارن. ببین چقدر ارزش و احترامش رفته بالا. نباید بازرسی بشه. کارشناس رسمی دادگستری بخشنامه‌اش هست، بعداً استوری میکنم براتون. پس این زحمتی که میکشی فوق‌العاده داری صبح تا شب، اصلا یعنی به خودت میای میبینی واقعا هیچ کاری نکردی طول روز، فقط نشستی درس خوندی، رفتی کاراتو کردی، شب تا صبح نشستی درس خوندی، ولی برای خودت مثل این مثال مغازه اجاره‌ای و مغازه‌ای که مال خودت رو تو ذهنت بیار. شما وقتی میری یه مغازه میخری مال خودت، شب تا صبح بشینی ویترین بزنی، شب تا صبح بشینی دکور رو بزنی، خرجش کنی، هر چقدر خرجش کنی برای خودت کردی. الانم همونجوری، هر چقدر هزینه کنی برای خودت، هر چقدر هزینه کنی برای این آموزش هایی که هست، نه صرفا آموزش کارشناس رسمی، آموزش یادگیری از زبان. از اول سال تا الان دارم بهت میگم ارتقاء شخصی، رمز پولدار شدنت، رمز موفقیتت، رمز محکم حرف زدنت، رمز قراردادهای قوی نوشتنت، رمز توی جلسات محکم حرف زدنت ارتقاء شخصیه. نه آیفون 13 است، نه چه میدونم ماشین لنکروز، همه اینا رو تو برای یک آنه اگر زبان باز کنیم و قوی صحبت نکنی که در سایه ارتقاء شخصی به دست میاد،
تو هیچ حرفی برای گفتن نداری، اونا یک دکوره، فقط اونا تبل تو خالیه. پس برای اینکه به اینا برسی و رد بشی از اینا، روی خودت کار کن. بارها گفتم از این مسیر لذت ببرین. خیلی از بچه‌ها پرسیدن سر کلاس مهندس یعنی چی ما از مسیر لذت ببریم؟ گفتم دمت گرم، سوال خوبی پرسیدی. از مسیر لذت ببر یعنی چی؟ من دارم دهنم صاف میشه، شب تا صبح نخوابیدم، دارم کار میکنم، صبح تا غروب میرم کار میکنم، الان دارم درس میخونم ولی نتونه شبا میشینم درس میخونم. من مسیر چطور لذت ببرم؟ لذتی مونده مگه من ببرم؟ مثال همون مغازه اجاره‌ای و مغازه که خودت خریدی رو براش میزنم. تو اگر مغازه خودت باشه شب تا صبح بشینی دیواراشو نقاشی کنی، خودت گردن درد بگیره، ولی صبح که میای بیرون 4 قدم میری عقب‌تر، از دور نگاش میکنی، لذت میبری. اون لحظه‌ای که داری کار میکنی لذت میبری، میگی مغازه خودمه، ملک خودمه، دارم روش کار میکنم، زحمتی که میکشم مال خودمه. این شخص، این ارتقاء شخصی هم خودتی، مال خودته، برای صاحب کارت نیست، برای صاحب کارت نیست. حالا نقطه مقابلش، به والله علی قسم، اگر خود شما سر کارتون توی هر شغلی که هستین بهتون میگفتن آقا از فردا اگر میخوایم بیاین سر کار باید پروانه کارشناس رسمی رو بری قبول شی، وگرنه یه ماه دیگه اخراجت میکنن، تو ماه آینده، تو سال 1403 باید اینو داشته باشی، اگر نه نیمه دوم اخراجت کردم، به قرآن قسم همتون میرفتن قبول میشدی. چرا؟ چون گفته بودن بهتون. همین الان بهتون بگن 7 صبح که سهله، بگن 5 صبح چه میدونم سر فلان پروژه باش، فرودگاه باش، هر جا باش، 5 صبح همین الان زنگ بزن بهت بگم 5 صبح باید فلان جا باشی، هستی، چون ازت میخوان. ولی برای کار خودت بگن آقا 8 صبح بلند شد تا 10 درس بخون، چه میدونم 10 هیچی، صبح نه، صبح و بعد نه، ساعت 10 شب 9 شب میان خونه تا 11 بشین درس بخون، نمیخونی. چون به این اهمیت ارتقاء شخصی پی نبردیم. ارتقاء شخصی اینا رو همه گفتم که فردا نیا گر بزن بگو آقا ما چرا باید راهسازی بخونیم، روسازی بخونیم، تحلیل سازه بخونیم، آیین‌نامه 2800 بخونیم، مباحث 12-13 تا مبحث بخونیم، حقوق بخونیم، قانون تملک آپارتمانا رو بخونیم. اینا رو میخونی که خودت رو ارتقا بدی. همون داستانی که بهت گفتم، از مسیر لذت ببر. هر چی که میخونی از مسیر لذت ببر و عشق بکن باش. بگو دارم میخونم برای خودم، برای ارتقاء شخصی خودم. اینا رو من دارم میخونم که این کارا میشه. یه سری کتاب نشونتون میدم، واقعا هیچ ربطی به کار مثلا اجباری تو کارم نیست که بخوام. آزمونگری چیه؟ شیوه های کسی که بخواد یه آزمونگر بشه. اینا رو دارم میخونم، کتابای فنی حرفه‌ای هستش، میخونم که اگر وقتی که میام سوال طراحی میکنم طبق شیوه های علمیش میخونم که وقتی بتونم سوال درست طراحی کنم. میتونم هم اینا رو نخونم و همینجوری بیام یه سری سوال طبق تجربه بدم، ولی اینو دارم میخونم. کسی هم اجبار نکرده من این کتاب آزمونگری فنی حرفه‌ای رو بخونم. ولی بری توی کتاب فروشی فنی حرفه‌ای، خیابون آزادی تهران، خیابون آزادی سر خیابون خوش، ببین چه کتابای مفیدی داره. تو اونجا بگردین ببین چه کتابای مفیدی هست که بخر، برای دل خودت بخر، برای ارتقاء شخصی خودت بخر.
خیلی کتابای دیگه هست که بخوام بهتون معرفی بکنم که میتونی بری بخری و خودت رو ببری بالا. اینا رو همه بهت گفتم که الان منابعی که دارم بهت معرفی میکنم برای آزمون کارشناس رسمی، با جون دل بیای جلو، با حال خوب بیای جلو. مبحث 9 رو که میخونی زیر و زبرش رو بکشی بیرون. خود مبحث 9، ببینید این کتاب مبحث 9، این وضعیت کتاب منه، ولی حال میکنم با این قیافش، با این ورق شدنش، با این وضعیتی که داره، با این وضعیتش حال میکنم، زیر و زبرش رو میکشم بیرون. یکی از منابع آزمون کارشناس رسمی، برای آزمون کارشناس رسمی وارد فاز فقط آزمون کارشناس رسمی میشه. برای آزمون کارشناس رسمی یه سری از مباحث رو کامل باید بخونی، حدود 14-15 تا کتاب، حداقل 14-15 تا کتاب رو باید کامل بخونی. اولین مورد. پس معمولا هر ساله برگزار میشه مهندس. معمولش، چرا میگم معمول؟ تا سالهای پیش، تا قبل از 402، هر موقع که شورای عالی کارشناسان احساس نیاز میکرد، برآورد میکرد شهرها رو، کارشناسای هر شهر رو، با توجه به حجم پرونده ها، با توجه به احساس نیاز برای کارشناس، اون موقع میومد دستور برگزاری آزمون رو میداد. شورای عالی کارشناسان برای خود شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان، وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه، این دوتا ارگان برگزار میکنن که هر دو کارشناس رسمی دادگستری میشن. اینا معمولا بر اساس نیاز می اومدن. بعد از تصویب قانون تسهیل مجوزها، برگزاری آزمون ها بیشتر شده، به طوری که در سال گذشته ما 2 تا آزمون کارشناس رسمی دادگستری داشتیم. یکیش برای آزمون برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده قوه قضاییه، و دیگری برای شورای عالی کارشناسان بود که یکیش 12 آبان ماه برگزار شد و دیگری در 15 دی ماه. این 2 تا نهاد برگزار کردن. سالهای قبلش که آخرین دوره قبل از 402 برگزار شد 1400، قبل از اون که برگزار شد 98، تقریبا 2 سال یا 3 سال یه بار بود. ولی از 1402 که این قانون تصویب شد، در 1 سال اومدن 2 بار آزمون برگزار کردن و زمزمه هایی هست که قوه قضاییه در اردیبهشت ماه هم یک آزمون برگزار خواهد کرد انشالله، و در اواخر تابستون یا اوایل پاییز هم یک آزمون دیگه برگزار کنه. این در مورد برگزاری آزمون کارشناس رسمی دادگستری. دومین مورد در مورد چی هستش؟ در مورد شورای عالی کارشناسان هست که احتمال زیاد اونم یه دونه 100% برگزار میکنه، احتمال زیاد که نه 100% یه دونه هم برگزار میکنه. احتمالاً امسال 3 تا آزمون کارشناس رسمی دادگستری خواهیم داشت. یکیش اوایل همین امسال هستش که حتی اوایل امسال هم نباشه، آقا اواسط تابستون باشه، برج 5 باشه، دیرترین حالت ممکن برج 5 باشه، به دلیل حجم زیاد منابع باید از الان استارت بزنیم. حدود اینقدر کتاب فقط برای از مباحثه، حدود 4-5 تا جزوه در مورد راهسازی و روسازی و بحث راهسازی خدمتتون ارائه میدم که اونم خودش یه داستان عظیمه. تست های اینا باید بزنید، حدود تقریبا 20 روز تست های اینا فقط زمان میبره. تست راهسازی و روسازی رو باید بزنیم و بعدش موارد منابع عمومی. هزینه کلاس رو 7800 گذاشتیم امسال. در مورد هزینه اگر میخوایم بپرسیم
این از این موضوع. در مورد منابع یه توضیح خدمتتون بدم. لایف رو سیو نمیکنه مهندس چون بچه‌هایی که ارزش قائل شدن اومدن توی لایف ما احترام میذاریم و کسانی که خب نیستن ما دیگه سیو نمیکنیم چون من از دیروز اطلاع رسانی کردم. در مورد منابع عرض کنم خدمتتون ما دو نوع منبع داریم برای آزمون کارشناس رسمی. یک منابع عمومی مثل درس‌های عمومی دانشگاه، بینش اسلامی بود، چه میدونم درس‌های انقلاب اسلامی بود، از همین منابع عمومی و دیگری منابع تخصصی هر رشته. خب منابع عمومی شامل چه منابعی میشد؟ قانون کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان، آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی شورای عالی کارشناسان، قانون کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه، آیین‌نامه قانون دادگستری قوه قضاییه کارشناسان رسمی قوه قضاییه. یه توضیح قبلش بدم، خیلی از بچه‌ها ممکن اطلاع نداشته باشه. ببینید هر قانونی که تصویب میشه و به اول مجلس قانونگذاری میکنه و بعد به تصویب شورای نگهبان میرسه و 15 روز بعدش اجرایی میشه، برای توضیح و تبیین اون قانون، هر قانونی ها معمولا میان یک آیین‌نامه اجرایی ارائه میکنن. آیین‌نامه اجرایی یعنی همون کاتالوگ اون قانونه. آقا این قانون میان توضیحش میدن. متوجه شدیم؟ پس وقتی که میگم قانون شورای عالی کارشناسان و آیین‌نامه اجراییش یعنی این. بعد از ممکنه این آیین‌نامه اجرایی مثلا برای قانون قوه کارشناسان رسمی قوه قضاییه حدود 7-8 سال بعدش اومده. یه موقع ببینی یه ماه بعدش میاد. این توضیح در مورد آیین‌نامه اجرایی. حالا این 4 تا از منابع رو گفتم. قانون کارشناسان شورای عالی کارشناسان، دومی قانون قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرای قانون کارشناسان، آیین‌نامه اجرای قوه قضاییه. این 4 تا منبع. سلام مهندس، خوبی؟ مهندس یوسف، خدا رو شکر دوره‌های نظارت اجرا رو اومدین و قبول شده. این 4 تا منبع. شرایط عمومی پیمان و 1-2 تا منبع عمومی دیگه. این از منابع عمومی. حالا یه نکته جالب بگم در مورد شرایط عمومی پیمان. به مهندس، خیلی از بچه‌ها که برای پروانه نظام مهندسی میخوان بخونن، برای کارشناس رسمی دادگستری میخوان بخونن، میان مثلا گارد میگیرن در مقابل شرایط عمومی پیمان. آقا برادر من توی هر کاری هستی، خواهر من توی هر کاری که هستی، شرایط عمومی پیمان روابط بین کارفرما و پیمانکاره. تو ممکنه تو کار چه میدونم دکوراسیون داخلی باشی، چه میدونم تو کار اصلا ساخت کابینت باشی، شما به عنوان یک پیمانکار و یک کارفرما میری قرارداد امضا میکنی، شرایط عمومی پیمان رو بخون. اصلا نه برای آزمون نظام مهندسی، نه برای آزمون قانون کارشناسان رسمی، برای اینکه تو شرایط عمومی یک پیمان رو بلد باشی، چون تو توی کارت پیمان میبندی. متوجه شدی؟ پس یکی از منابعش هم شرایط عمومی پیمانه. یادش بگیر، به این دید نگاش کن. بعد اینا شد منابع عمومی که گفتم خدمتتون. تمام شد رفت دیگه. شما شرایط عمومی رو باید امضا بزنید، شرایط خصوصی رو باید امضا بزنید. پس شرایط عمومی پیمان آقا به خاطر دل خودت بخون. بذار ببینم کتابش هست.
این موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان، اینو بخون. یعنی 15 چقدر 3 روز زمانتو نمیبره، بخونش. آزمون داری نداری هرچی هستی بخونی. مثل دوره نظارت اجراست یعنی چی؟ متوجه نمیشه مهندسشون. بیشتر توضیح بدید. برای مهندس ویدیوهای آموزشیه و یه سریاش هم جزوه هستش. این از این موضوع. پس شرایط عمومی پیمان، قانون‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی شد منابع عمومی و مباحث مقررات ملی، مبحث 5، مبحث 6، مبحث 7، 8، 3، 4، 9، 12، مبحث 11 نیست، مبحث 12، مبحث 15، مبحث 18، سلامت باشی مهندس، مبحث 19، مبحث 22، مبحث 21. سابقه کار مهندس فرمالیته است، فقط باید 5 سال گذشته باشه، وگرنه شما میری اونجا میرسن. فعلا داریم در مورد منابع صحبت میکنیم و بعدش میریم در مورد لطف داریم مهندس. نظارت اجرا اینم مثل همون کامله. یعنی ببینید خیلی کتاب خریدم بابت اینا، خیلی کار کردم، یعنی هر نوع تستی که بود فلان مؤسسه زده بود، چه میدونم تو فلان کوره دعاتم بود، میرفتم کتابشو میخریدم که یک پکیج کامل بدن دست مردم. تقریبا 3 سال 4 سال من کارشناس رسمی دادگستری رو ندادم بیرون، تا پارسال دادم بیرون و خیلی روش کار کردم. نه مهندس جزء باز نیست، الان میگم خدمتتون که چی کار باید کنیم. کلاس حضوری برای کارشناس رسمی هنوز برگزار نمی‌کنم، فعلا نمیرسم مهندس، چون منابعش زیاده و برای کارشناس رسمی نمیرسم. باید کارهایی که دارم خارج از کشور برم. هنوز حتی روی کلاس 23 فروردین نظارت اجرا هم ممکنه تایمش رو عوض کنم، به دلیل اینکه واقعا تو بره زمانی ممکنه نباشه. در مورد منابع گفتم و در مورد منابع تخصصیتون تقسیم بر 2 میشه. یکی منابع تخصصی مربوط به ساختمان و دیگری منابع تخصصی مربوط به راهسازی که هر دو اینان کامل هست. آموزش کامل مباحث و علاوه بر مباحث اومدیم جزواتی که مربوط مثلا به آیین‌نامه 2800 در مورد نشریه 55 یه سری نشریه ها هست، اونا رو هم توضیح دادیم و در مورد جزواتی که بر طبق سوالاتی که سالهای گذشته اومده در مورد راهسازی هم اونا رو هم کامل کردیم. تا اینجا لایو داشته باشین. 35 دقیقه در موردش صحبت کردیم، در مورد آزمون کارشناس رسمی دادگستری. ان شاءالله توی لایوهای بعدی اطلاعات بیشتری رو میدم. فقط خواستم یک دید خدمتتون بدم و بعدش در مورد منابع تا اینجا صحبت کردیم که چه منابعی هستش، منابع عمومی و منابع تخصصی. منابع تخصصی شامل منابع عمومی رو که کامل خدمتتون توضیح دادم. منابع تخصصی هم میشد تخصصی ساختمان که میشد مباحث مقررات ملی، نشریه ها که لیستش رو کامل توی دوره میدم و خود جزواتش هم علاوه بر مباحث مقررات ملی اونه که جزوه نداره جزوهاش رو بهتون میدم و منابع تخصصی راهسازی که اونم باز جزواتش رو میدیم خدمتتون به علاوه یه سری از آموزش ها و به علاوه تستاشون و آموزشی هم که در مورد منابع عمومی هست. توی لایو بعدی باید در مورد منابع بیشتر صحبت کنیم، چون شورای عالی کارشناسان منابع وسیع‌تره، اونجا خدمتتون بیشتر توضیح میدم. این منابعی که گفتم
تقریبا میشه گفت صرفا برای آزمون قوه قضاییه بود که آزمون پیش رومون هستش. احتمالا اواخر اردیبهشت ما آزمونش برگزار میشه، چون تایم برگزاری آزمون دکترا و ارشد مشخص شده، به زودی هم مشخص شده. به دلیل حجم زیاد منابع باید از الان احساس بزنیم. خیلی ممنون که توی لایو بودین. سوالی داشتین دایرکت بپرسین، سعی میکنم جواب بدم و دوستتون دارم. با قدرت سال جدید رو شروع میکنیم. نکته مهمی که هست، قدر کسانی که مسیر رو بهتون میگن بدونید. خیلی وقتا خیلی راههایی رو بلدن ولی بهتون هیچی نمیگن. کسانی که بهتون مسیر رو داره بهت میگه خیلی قدرش رو بدون. هر کسی هست. شما الان سال جدید رو شروع کردی، خیلی ها هنوز نمیدونن چه چه چیزی رو هدف گذاری کنن. یه بار میگه برم زبان بخونم، یه بار میگه برم فلان کارو بکنم، یه بار میگه پروانه نظام مهندسی بگیرم، یه بار هزار تا داستان دیگه رو میگه. ولی کسی که مسیر رو داره بهت میگه، کسی که داره بهت میگه چی کار بکن چی کار نکن، خیلی قدرش رو بدون و کاری که بهت میگه رو تجزیه تحلیل کن، برو انجامش بده. در مورد مؤسسات دیگه صحبت نمی‌کنم، اما برین متنش رو بخونین، کتاباش رو دارم ولی بسیار سنگین و نمیشه صحبت کرد. در مورد مؤسسات دیگه اصلا صحبتی ندارم. خودتون برید تجزیه تحلیل کنید، ببین میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. اگر ارتباط برقرار کنی، بسم الله دمت گرم، برو بخون، دم اون مؤسسه هم گرم. اگر نمیتونی، یه چیزی رو باید باشه که بتونی بخونیش، برو بخون اونو. میری تو کتاب فروشی، برای هر کتابی 10 دقیقه اونجا وقت بذار، ورق بزن، نگاهشو کن. سال نوتونم مبارک باشه. دوستتون دارم، توی قلبم هستین. با قدرت این سال رو شروع میکنیم، با قدرتی میریم جلو، تک تک روزاش برنامه داریم و میتره کنیمش. مطمئن باشین. سوالی داشتین دایرکت بپرسین، توی قلبم هستین.